سلام. در درس قبلی، درس 11 از فعل دره چند تا مثال زدیم و با هم دیگه باهاش جمله ساختیم. اگر درس 11 رو ندیدید، پایین ویدیو تو قسمت توضیحات لینکش رو میذارم، خواستید ببینید. اما این فعل دره چه کاربردهای دیگه‌ای تو زبان گیلکی داره؟ امروز میخوایم بیشتر تمرکزمون رو بذاریم رو همین فعل. پس این ویدیو رو تا آخر با ما همراه باشید. ما تو گیلکی یه مصدر خیلی مهم داریم به نام دوبان که به معنی در چیزی بودن، در جایی وجود داشتنه. صرف مضارع این فعل به صورتهای درم، دری، دره، دریم، درین، درن. و صرف ماضی این فعل به صورتهای دوم، دوی، دوو، دویم، دوین، دوبان در گیلکی موجوده. همونطور که گفتیم معنی مستقل این فعل در چیزی بودن، در جای وجود داشتنه. سعی میکنیم از اینجا به بعد و با مثال جلو بریم. فرض کنید میخوایم به گیلکی بگیم در این باغ یک درخت آلوچه وجود داره. میخوایم این جمله رو به گیلکی بگیم. دقت کنید ما اینجا با فعل وجود دارد مواجه هستیم. معادل این عبارت به گیلکی میشه ای باغ من یه هلیدار داره. ای باغ من یه هلیدار داره. ای باغ من یعنی در این باغ. یه هلیدار یعنی یک دونه درخت آلوچه. هلی میشه آلوچه، هلیدار درخت آلوچه. و فعل دره یعنی وجود دارد، هست، موجود است. حالا اگه بخوایم همین جمله رو به صورت زمان گذشته بگیم میشه ای باغ من یه هلیدار دوبا. ای باغ من یه هلیدار دوبا. دوبا یعنی بود، وجود داشت. پس مفهوم وجود داشتن رو ما میتونیم تو گیلکی با فعل دوبان بیان کنیم. بریم مثال بعدی. حالا فرض کنید میخوایم به گیلکی بگیم من گیلان ساکنم یا من در گیلان هستم. خب باز ما اینجا با مفهوم هستم، وجود دارم مواجه هستیم. معادل این عبارت به گیلکی میشه مو گیلان درم. مو گیلان درم. درم. مو گیلان درم یعنی من در گیلان هستم که اینجا همون مفهوم ساکن بودن رو میرسونه. گذشته این جمله هم میشه مو گیلان دوبام. دوبام. مو گیلان دوبام یعنی من گیلان بودم یا ترجمه دقیق تر من گیلان ساکن بودم. مو پارسال گیلان دوبام، امسال تهران دارم. من پارسال گیلان بودم، گیلان ساکن بودم، امسال تهران دارم. امسال تهران هستم، تهران ساکن هستم. اینم یکی دیگه از کاربردهای فعل دوبان است. بریم مثال بعدی. جمله های مانند خوابم میاد، یادم میاد یا دستشویی دارم، حرف دارم. خیلی از اینجور جمله ها تو گیلکی با صرف فعل دوبان گفته میشه. به این مثال ها توجه کنید. مرا خواب داره یعنی خوابم میاد یا عملا توی وجودم خواب هست. مرا یاد داره یعنی یادم میاد، توی وجودم یاد هست. مرا دستشویی داره یعنی دستشویی دارم، توی وجودم دستشویی هست. مرا گپ داره یعنی میخوام حرف بزنم، توی وجودم حرف هست. مرا شول داره یعنی میخوام داد بزنم، توی وجودم داد هست و غیره. خیلی هستن. خیلی از جملات توی گیلکی به همین صورت بیان میشن. اینها کاربردهای از معنی مستقل فعل دوبان بودن، اما کاربرد فعل دوبان فقط به اینجا ختم نمیشه. توی ویدیو آموزشی بعدی با هم دیگه خواهیم آموخت که چگونه از این فعل برای ساخت فعل مستمر کمک بگیریم. اگر دوست داشتین این ویدیو لایک بانین و کانال دل بشین و باقی ویدیوان نیا بکنین.
تا یک آموزش ویدیو فعلا یا علی.